به نام خدا سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، خانم ها و آقایان، والدین ارجمند، کسانی که دغدغه تربیت واقعی فرزندشون رو دارن که فردا با شرایطی مواجه نشن که بعد از اینکه کار از کار گذشت بچه هاشون نوجوان و جوان شدن ببینن که فرزندی دارن که فقط موجب رنجشونه، بیاره، بی انگیزه است، موفق نبوده، درس خون نیست، گوش به حرف نمیده، ترسوه، اختلال داره، اعتماد به نفس نداره، تو جمع نمیتونه حاضر بشه، مردم گریز، انزواگراست و هزاران مسئله‌ای که متاسفانه جزو موضوعات مهم زندگی مردم امروز شده. به ویژه کسانی که علاقمند هستند که تربیت بر مبانی اصولی باشه که مورد رضایت پروردگاره و اصطلاحاً بخوان یک فرزند صالح، فرزند مؤدب، فرزندی که موجب افتخارشون باشه تربیت بکنن، اکیداً توصیه میکنم این دوره آموزشی رو به طور دقیق، کامل و جامع حتما گوش کنید، نوت برداری کنید، یادداشت کنید و موضوعات رو به عنوان یک دوره آموزشی کاربردی بهش عنایت داشته باشید. نکته اولی که در جلسه نخست میخوام تقدیم بکنم اینه که این خیلی مهمه که ما بدونیم اصلا تربیت یعنی چی و چرا مهمترین سرمایه گذاری زندگی هر انسانی تربیت نسلشه. من همیشه تربیت رو به عنوان هنر زندگی میدونم. آدم هایی که نمیتونن فرزندان خوبی تربیت کنن از این هنر بی بهره هستن و جز حسرت چیزی بر دلشون نمیمونه. بنابراین وقتی که ما میگیم که میخوایم فرزندمون رو تربیت کنیم، باید بدونیم که دقیقاً میخوایم چیکارش کنیم. یعنی اگه چیکار کردیم این فرزند تربیت شده. این خیلی مهمه. بیشتر والدین، خیلی از والدین، شاید خود شما که الان دارید افتخار میدید و این ویدیو رو میبینید، گمانتون اینه که و تصورتون اینه که تربیت یعنی این که بچه‌تون مؤدب باشه، حرف گوش کن باشه، نمره‌های خیلی خوب بگیره، مثلا دروغ نگه، نمازشو بخونه، شغل مناسب پیدا کنه. اینا حتما همشون مهمه، اما هیچ کدوم تعریف درست تربیت نیست. تنها بخشی از نتایج احتمالی یک تربیت خوب میتونه اینها باشه. این خیلی نکته مهمی ها، حتما بهش دقت کنید. اگر ما تعریف درستی، خانم ها و آقایان، والدین گرامی، اگه ما تربیت رو تعریف درستی ازش نداشته باشیم، ممکنه که اشکالی که پیش میاد اینه که بریم تمام انرژی خودمون رو، وقت خودمون رو مصروف کنیم برای کنترل رفتار کودکمون، در حالی که اینجا با کنترلی که داریم میکنیم از ساختن شخصیت کودکمون رو وقت غافل میشیم. من مثال میزنم براتون. شما دو تا کودک رو تصور کنید. کودک اول کودکی است که وقتی پدرش حضور داره خیلی مؤدبه، خیلی حرف گوش کنه، اما وقتی که تنها میشه ممکنه که دروغ بگه، ممکنه رفتاری بکنه که از نظر تربیتی رفتار صحیحی نباشه. کودک دوم یه کودکی است که وقتی که حتی کسی اون رو هم نمیبینه و اصلا مربوط به این نیست که پدرش باشه، مادرش باشه یا نباشه، اون کودک داره مسئولانه رفتار درستش رو انجام میده. سوال این، بین این دوتا کدوم یکیشون درست تربیت شدن؟ طبیعتا پاسخ روشنه، دومی. چون که تربیت واقعی زمانی آشکار میشه، زمانی خودشون نشون میده که رفتار درست از درون فرد بجوشه، نه از ترس حضور مثلا پدرش یا از ترس حضور مادرش یا رودرواسی که با دیگران داره. پس این نکته نخست. مطلب بعدی که در دیباچه و مقدمه این دوره میخوام عرض بکنم اینه که ما اول بدونیم که معنای لغوی تربیت چیه. ببینید دوستان، اینا نکات مهمی ها. بعضیا ممکنه فکر کنن که چه اهمیتی داره که ما مفهوم تربیت رو بدونیم. اهمیتش اینه که وقتی ما ندونیم دنبال چی هستیم راه اشتباه میریم. وقتی ما واژه ها رو نشناسیم، تعابیر رو ندونیم، اهداف رو مشخص نکنیم، مثل یه آدمی هستیم که سوار تاکسی شدیم بهش نمیگیم ما رو کجا ببر، فقط میخوایم حرکت کنه اما کجا نمیدونیم و بعد سرنوشت مقصد رو واگذار میکنیم به تصمیم اون رانندهه، نه خودمون. پس این خیلی مهمه. وقتی ما در مورد تربیت صحبت میکنیم
معنای لغوی تربیت خب میدونید ریشه عربی داره. در زبان عربی واژه تربیت از ریشه ربوه اصطلاحاً گرفته شده و از رب. این یعنی چی؟ یعنی این ریشه داره به ما سخن از رشد میکنه. رب یعنی رشد، یعنی پرورش دادن، یعنی شکوفا کردن، یعنی به کمال رسوندن. این که در قرآن کریم واژه رب درباره خداوند به کار برده شده به معنای آفریدگار نیست، بلکه به معنای پرورش دهنده است، به معنای رشد دهنده است. از این منظر وقتی که میگیم تربیت فرزند، یه فرایندیه که قراره این فرایند یه موجودی رو به نام فرزند من و شما مرحله به مرحله به سوی کمالی متناسب با ظرفیتش هدایت کنه. این میشه تربیت. بنابراین تو مفاهیم تربیت اسلامی وقتی که ما موضوع رو میبینیم، صرفا انتقال اطلاعات یا تحمیل یک رفتار نیست که وادار کنیم فرزندمون اون کار رو انجام بده، بلکه ما دنبال یک نوع همراهی آگاهانه هستیم از فرزندمون. یعنی کاری کنیم که فرزند ما به صورت آگاهانه یک همراهی در مسیر تربیت ما داشته باشه که موجب شکوفایی استعداد فطری این انسان بشه. ما تو این دوره هم مبانی آموزشمون بر پایه مفاهیم و مبانی تربیت اسلامیه و هم مطالعات تطبیقی داریم با مفاهیم تربیتی روانشناسی مدرن امروز. بنابراین این یک دوره جامعی است که ما صرفا از یک زاویه به مسئله انسان نگاه نمی کنیم که به گمان قاطع من اگه صرفا از منظر مثلا روانشناسی مدرن نگاه بکنیم خیلی جاها کاستی داریم. به همین دلیل خیلی جاها در روانشناسی مدرن الگوهایی که ارائه کرده به خاطر نقص هایی که داره، به خاطر اینکه خیلی از نقاط مهم انسان رو مورد توجه قرار نداده و صرفا انسان رو به معنای ماهو و انسان یک نگاه اومانیستی اصطلاحاً به انسان داره، نمیتونه و نتونسته یک انسان خوشبختی رو تربیت کنه که بتونه وقتی که به گذشتش نگاه میکنه فارغ از افسوس باشه. آنچه که حقیقته اینه که ما انسان رو باید واقع بینانه در حقیقت خودش فهم بکنیم و آنچه که میتونه مکمل این اقتضا باشه و بتونه این مفهوم تربیتی رو یک جامعیت درست و متقنی بده اینه که ما بتونیم بر اصولی که هم مورد رضایت آفریننده این خلقته و الگوهای درست زیستن رو به ما آموزش داده موضوع رو ببینیم، هم در این حال به روز رسانی کنیم دانش خودمون رو منطبق بر پژوهش‌ها، مطالعات مدرن و اینها رو بتونیم در جهت همسو کردن و رسیدن به یک هدف غایی و با ارزش ازش استفاده کنیم. خب ببینید تربیت تو مفاهیم دینی از دیدگاه اسلام یه تعریفی داره که حالا اون رو ما از نظر مطالعات مدرن هم بهش نگاه میکنیم. در نگرش اسلامی ببینید دوستان، کودک یه موجودی است با فطرت الهی. اسلام انسان رو اینطور میبینه و وظیفه والدین از نگاه آموزه های خداوندی که این جهان رو خلق کرده این نیست که فقط شخصیت رو مثلا فرض کنید که از نو بیاد پدر مادر خلق بکنه، بلکه وقتی که ما از منظر مطالعات اسلامی به مسئله تربیت نگاه میکنیم داره به ما میگه که باید پدر و مادر زمینه رشد استعدادهای الهی اون فرزند رو پرورش بدن. در این نگاه یعنی چی؟ یعنی یک، پدر مادر باید زمینه شکوفا کردن عقل فرزند، تقویت ایمان و سه، پرورش اخلاق و چهار، ایجاد تعادل میان جسم، روان و روح. هر سه. روانشناسی مدرن به روح توجه نمیکنه. روانشناسی مدرن حتی کاستی داره در توجه به جسم. در مطالعات تربیتی اسلام به همین دلیل فرسنگ ها فاصله داره مبانی اسلام
با آموزش های دنیای مدرن. خیلی از چیزهایی که الان من به عنوان کسی که به هر حال سالهاست کارم این هست و هر دو فضا رو بیگانه باش نبودن دارم عرض کنم، از سر تعصب هم به عنوان یک آدمی که حالا مسلمان هستم و دین باور هستم نمیگم. اینجا دارم کار علمی میکنم و یک انسانی که بخواد شرافت علمی رو حفظ کنه باید صادقانه صحبت بکنه، نه جانبدارانه. واقعیت اینه که بدون تعصب هنوز در مطالعات مدرن تربیتی ما کاستی های بسیار زیادی داریم و فرسنگ ها زمان نیاز داره تا برسه به اون اتقان و مبانی که در مطالعات اسلامی به عنوان تربیت بیان شده. چرا؟ چون اسلام مال من و شما نیست. اسلام آموزه هایی است که خداوندی که تمام این خلقت با همه زوایای پنهان و آشکارش رو وقتی خلق کرده داره به ما میگه اگه میخوای خوب زندگی کنی، حالت خوب باشه، احساس سربلندی کنی، احساس افسوس نکنی، با این متد برو. خیلی از چیزهایی هم که الان در روانشناسی مدرن ما باش مواجه هستیم که مطالعات خوبی هم افتاده و در واقع خدمات خوبی هم داره به جامعه میکنه، دقیقاً موضوعاتی است که 14 قرن پیش در همین مفاهیم اسلامی گفته شده به قرائت و روایت و الفاظ مختلف. حالا یه خود شیکش کردیم. مثلا فرض کنید در مورد مسائل شخصیتی روانشناسی مدرن صحبت میکنه، میگه ایت ایگو یا مثلا سوپر ایگو. ایت ایگو سوپر ایگو همون وجدان، نفس و عقل. خب ما کلی دنیای سخن داریم در مفاهیم روایی و دینی و در واقع مطالعات اصیل اسلامی که روی این حوزه در مورد انسان سخن گفت. پس وقتی که اسلام در مورد تربیت کودک صحبت میکنه این پارامترها مد نظرشه، یعنی انسان رو به صورت آگاهانه و مسئولانه به گونه‌ای تربیت کنه که هم در دنیا و هم در آخرت احساس خوشبختی بکنه. روانشناسی مدرن کاری به آخرت نداره. روانشناسی مدرن کاری به روح نداره. پس از نگاه مطالعات اسلامی هدف نهایی پرورش یک انسانیه که آگاهانه و از روی اختیار راه خیر رو بتونه برگزینه. این آیه شریفه ای که در سوره روم آیه 30 هست که فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس علیها، این آیه نشون میده که انسان با ظرفیت و گرایش فطری به سوی حقیقت آفریده شده. پس تربیت باید این فطرت رو حفظ و شکوفا بکنه و هرگز نره به سمت سرکوب کردن یا تحریف اون حقیقت. در برخی از نهله های مطالعات مدرن امروز متاسفانه نسخه هایی ارائه میشه که سرکوبگر اون فطرته و خیلی وقتا تحریف میکنه اون فطرت رو که حالا به اقتضایش من مصادیقش رو در آینده بیشتر بیان خواهم کرد. اما وقتی میریم سراغ تربیت از نگاه روانشناسان مدرن و روانشناسی مدرن امروز، ببینید در روانشناسی امروز یه ترم مطالعاتی وجود داره به اسم روانشناسی رشد. در نزد روانشناسان رشد با وجود تفاوت دیدگاه‌هایی که در پارامترها و در مقیاس‌هایی با روانشناسی اسلامی و مطالعات تربیت اسلامی داره، در یک نگاه اشتراک وجود داره. اون چیه؟ اون این مسئله است که هدف تربیت ساختن یک انسان مستقل و توانمنده، نه یک انسان وابسته و صرفاً مطیع. این چیزیست که هم اسلام میگه هم روانشناسی مدرن میگه. یه مثال میزنم براتون. ببینید مثلا شما میرید سراغ نظریات اریک اریکسون. خب میبینید که اریک اریکسون تو تمام نسخه‌هایی که ارائه میکنه بر شکل‌گیری هویت و اعتماد تاکید داره. یا ژان پیاژه وقتی که مطالبش رو در حوزه رشد میبینید که مسئله رشد تفکر و استدلال رو محور تربیت قرار داد. خب اینا همه چیزایی که در اسلام هم دقیقاً بهش تاکید شده. یا مثلا میرید سراغ جان بالبی، میبینید که بر دلبستگی ایمن و به عنوان یک موضوع زیربنای سلامت روان روی این دلبستگی ایمن تاکید میکنه. با وجود همه تفاوت‌های نظری که وجود داره، بیشتر پژوهش‌های معاصر ما و مدرن ما نشون میدن که مسئله امنیت عاطفی
رابطه گرم با والدین و فرصت تجربه و یادگیری از عوامل کلیدی رشد سالم یک کودک که دقیقاً همین مفاهیم به طور مشخص و شفاف در مطالعات اسلامی ما در متون قرآنی و روایی موثق کاملا قابل احصا و صریح بیان شده. خب ما هنوز تو مقدماتیم. جلسه نخست رو من گذاشتم برای مقدمات تا با این مبانی وارد یک آموزش اصولی بشیم. نکته بعد موضوعی که ما باید آگاه بشیم که بین تربیت و آموزش تفاوت وجود داره. این دو تا مفهوم اغلب با هم اشتباه گرفته میشه. ببینید وقتی میگیم آموزش یعنی انتقال دانش یا مهارت. این میشه آموزش. مثل چی؟ مثل یاد دادن که چجوری بخونیم، یاد دادن این که چگونه بنویسیم، چگونه دوچرخه سواری کنیم، چگونه شنا کنیم. این میشه آموزش. تربیت این نیست. تربیت یعنی شکل دادن به نگرش ها، شکل دادن به ارزش ها، به عادت ها، به منش ها. این میشه تربیت. بنابراین ممکنه یه فردی بسیار آموزش های خوب دیده باشه، با سواد باشه، شنا کردن خوب بلده، دوچرخه سواری خوب بلده، زبانهای خارجی رو خوب بلده، موسیقی خوب بلده، مهارت خیلی خوب بلده، اما صداقت نداره، مسئولیت پذیری نداره، تو همدلی ضعیفه. یه همچین آدمی آموزش دیده اما لزوما تربیت نشده. ما میتونیم به عنوان پدر و مادر به کودکمون آموزش بدیم که چی؟ که مثلا زباله رو تو سطل زباله ها بنداز. اما اگر این کار رو کودک ما از روی ترس و تنبیه انجام بده، این کودک هنوز ارزش ها رو متوجه نشده که ارزش این کار آموختن و تربیت شدن نظم، مسئولیت انسانیه که باید درونمون نهادینه بشه. وقتی همون کودک حتی در غیاب دیگران هم محیط رو پاکیزه نگه داره، یعنی هم آموزش دیده هم تربیت شده، تربیت در او اثر گذاشته. ما اینجا سراغ تربیت کودک میدیم و این دوره قراره در مورد تربیت صحبت کنیم که رنج های اصلی به خاطر این هاست و این کاستی ها رو ما باش مواجه هستیم. و نکته دیگری که در پایان باید اشاره بکنم اینه که خب هدف نهایی این تربیت پس تو این دوره آموزشی چی هست؟ در این دوره تربیت موفق رو ما صرفاً با نمره و شغل و درآمد نمیبینیم. کودک تربیت شده از نگاه من که اینجا میخوام وقت شما رو بگیرم و این آموزش ها رو تقدیمتون بکنم، کودکی است که یک، قدرت اندیشیدن داره، دو، احساسات خودش رو میشناسه و مدیریت میکنه، سه، توان همدلی با دیگران داره، در برابر فشار همسالان خودش استقلال رأی داره و این خیلی مهمه، و بعد ارزش‌های اخلاقی رو از روی فهم و انتخاب رعایت میکنه، نه از ترس پدر و مادر و حواشی. و چنین کودکی زمانی خوب تربیت شده که در ارتباط با خدا و خودش و دیگران تعادل داشته باشه. اشتباه رایج والدین متاسفانه خیلی وقتا اینه که بسیاری از والدین اطاعت رو با تربیت اشتباه میکنن. کودکی که همیشه ساکته الزاما سالمتر و با تربیتتر نیست. ممکنه اون سکوتش یا گوش به حرف کردنش نتیجه ترس باشه، نتیجه اضطراب باشه، نتیجه سرکوب کردن احساسات باشه. سمت دیگه شما کودکی رو میبینید که سوال میپرسه، گاهی مخالفت میکنه، درباره دلایل قوانینی که براش میگید باید رعایت بکنه کنجکاوی میکنه. ممکنه این کودک در مسیر شناختی و استقلال فکری خیلی قوی تر باشه. هنر والدین اینه که بتونن این کنجکاوی ها رو هدایت کنن در مسیری که عرض کردم و شدیداً فاصله بگیرن از خاموش کردن این کنجکاوی ها.
اشتباهی که متاسفانه خیلی از والدین مرتکب میشن. پس ما تو این جلسه چند چیز رو آموختیم. تربیت با آموزش تفاوت داره. تربیت یعنی پرورش همه جانبه شخصیت، نه صرفا کنترل رفتار. اسلام بر شکوفایی فطرت تأکید میکنه و روانشناسی نوین بر رشد استقلال، هویت و امنیت عاطفی تأکید داره. هدف تربیت در این دوره آموزشی ساختن انسانی است که در غیاب یک ناظر هم درست داره رفتار میکنه. من تا جلسه بعد که قسمت بعد رو تقدیم میکنم، خواهشم از والدینی که میخوان این دوره رو به صورت حرفه‌ای و درست و اصولی آموزش ببینند، چند تا تمرین. یک، این 3 تا پرسش رو که عرض میکنم از خودتون بپرسید و پاسخهاش رو برای خودتون یادداشت کنید. پرسش اول، ببینید این روش فکر کنید ها، من اینجا حرف بیهوده نمیزنم. وقتی میگم بنویسید و پاسخ بدید، حتما این کارو بکنید تا نتیجه بگیرید. اگه میخواید اصولی یاد بگیرید، اگر نه صرفا میخواید شنونده باشید، خب حالا شنیدید و بعدم ممکنه عمل نکنید و عملا وقتتون فقط تلف شده که هیچ ثمره‌ای براتون نداشته. به همین دلیل تاکید میکنم به نوشتن. یک، تربیت یعنی پرورش همه جانبه. خیلی خوب، اگه فرزند من فقط یک ویژگی اخلاقی رو تا پایان عمرش با خودش داشته و داشته باشه و نگهداری کنه، اون ویژگی دوست دارم چی باشه به عنوان پدرش یا مادرش؟ اینو پاسخ بدید. سوال دوم، آیا در تربیت فرزندم بیشتر بر اطاعت تأکید میکنم یا بر برکت و مسئولیت پذیری؟ و سوال سوم، آیا رفتار من به عنوان پدر یا به عنوان مادر همون ارزش هایی رو نشون میده که انتظار دارم فرزندم بیاموزه یا نه؟ این 3 تا سوال رو بنویسید، کتبی برای خودتون پاسخ بدید تا جلسه بعد که در موردش ببینیم که چه اتفاقی قراره بیفته. خواهش میکنم که این دوره که دوره خاص هست و شاید کمتر تو فضاهای عمومی و مجازی بتونید به این جامعیت پیدا بکنید، لینک کانال رو و دوره رو برای خیلی از کسانی که دوستشون دارید، میخواید کمکشون کنید و فکر میکنید که این دوره ها خلاهای جوامع امروزه که باید کمک کنیم نسل خوب داشته باشیم تا جامعه و خانواده های خوبی داشته باشیم، حتما در اشاعه و معرفی این دوره اهتمام بورزید و کنار ما باشید، حمایت کنید، از هم حمایت کنیم و بتونیم انشالله هر گامی که میتونیم برای بهتر شدن زندگی فرزندانمون برای همتون خوشبختی، عاقبت به خیری خودتون و فرزندانتون و زندگی پر از برکت آرزو کنم. تا فرصت بعد، خدایا نگهدارتون. ارادتمند، امیر مهداد خسرو.